در این محله های کنار دوشنبه برق نیست، اما این باربردارهای ساختمانی در این شب و روز به ایست کار میکنند. اینها نیز از برق استفاده عموم محرومند، ولی به خاطر عقب نافتادن ساختمان مجبورند از گنراتورها یا تولیدگران مستقل برق استفاده کنند. با این مانند در اطراف دوشنبه صدها دکان و کارگاه های خرد و میانه چاره بی برقی را در گنراتورهای خرد و کلان دیدند. همین دیویژو که 15 روز چی استفادهش برده است. 2 روز خاطر کار کنی، یگان گفتی نیست. اگر خیلی کار نباشه، اگر بیهوده هم گیرانش نمیکنیم. مشتریان میگویند در این شب و روزی بی برقی سخت پیدا کردن دستگاه‌هایی که از برق الترناتیوی تولید کنند مشکل است. گاه‌ها برای پیدا کردن آنها حتی از نواحی اطراف و شهر دوشنبه میآیند. ضرورت باشه خوبه میشد. همون دیویژو تو کار ضرورت کار بود چوا. اما که نباشه خیلی با ما آدم کمقل نبا سوید باشه با خوبتر ارزانتر میشه. اگه نه که ضرور باشه در کاره. ضرور باشه در کاره. فعال کردن گنراتور برای 1 ساعت از 4 لیتر بنزین بالا خراجات دارد که ارزش 1 لیتر بنزین در بازار از 10 سامانی زیاد است. بعضی کارگاه‌های بزرگتر مثل شرکت‌های ساختمانی تا 8 ساعت از گنراتورهای بزرگ استفاده می‌کنند. هرچند در حال حاضر این کارگاه‌ها خراجات علاوه‌ای را به دوش مشتریان بار نکردند، اما با امیدند که به زودی وضع تامین برق معتدل می‌شود، زیرا اگر این وضع ادامه کنند مجبورند این خراجات را از حساب مشتریان جبران کنند. میشیدگیز خیلی بارون زده که کلامونم پر میشیدگیز انشالله بسوید میشیدگیز. در باختر و خوجند شرکت‌های پیدا شدند که گنراتورها را به اجاره می‌دهند و از این حساب درآمد نیز می‌گیرند. امسال از نیمه تیر ماه تاجیکستان با کمبود برق روبرو گشت. حکومت آن را به خیلی کم شدن سطح آب در نیروگاه‌ها ربط می‌دهد. محمد امین محمد سیدزاده سرمهندس نیروگاه برق آبی نارک در یک نواری که گروه‌های تبلیغاتی حکومت روز 7 دکبر نشر کردند میگوید که امروز نظر به همین دوره سال 2024 سطح آب انبار 3 متر و 75 سانتی متر کم شده است که اگر ذخیره نشود وضع مشکل‌تر می‌گردد. برخی از باشندگان ناحیه‌ها شکایت دارند که در یک شبانه روز تنها 3-4 ساعت برق می‌گیرند، برخی دیگر میگویند گاه تماما بی برق.